یکی از سوالایی هم که همیشه دوستان دارن در مورد ابزاره. حالا ما چون داریم عملا یک کیت رو میسازیم، مجبوریم ابزارهایی که مورد نیازه یکی یکی بیاریم و استفاده کنیم. میتونین یک کاغذ قلم داشته باشین و این ابزارها رو بنویسین که یه دفعه بتونین تهیه کنین. البته همونطور که عرض کردم این یه ماکت کاملا اولیه است، یعنی ما میخوایم به ساده ترین شکلی یک کیت بسازیم. ما از اولی که شروع کردیم یه قیچی تا اینجا لازم داشتیم، یه ساید کاتر لازم داشتیم و یه تیغ جراحی که اینا رو میتونین توی خیابون ناصر خسرو تهیه کنین و این لوازم پزشکی فروشی ها تو خیابون ولیعصر هم دارن. ساید کاتر هم این ابزار فروش های لوازم الکترونیکی توی خیابان جمهوری ساید کاترهای خیلی خوب میتونین توشون پیدا کنین بگیرین. خب حالا ما توی نقشمون بهمون گفته که صندلی و کابین و میله استیک رنگ شماره 8 میشه. اینجا نگاه میکنیم رنگ شماره 8 مون هست اینتریور گرین، یعنی رنگ سبز و داخلی هواپیما من خوشبختانه دارم. و رنگ 6 هم برای سر استیک که اینجا نوشته شده فلت بلک که سیاه مات میشه. اینسترومنت هم به همین ترتیبه، شماره 6 و گفته داخل اینسترومنت شماره 4 بشه. این سیلور هستش که البته ما حالا در کار ضرورت نداره حتما به اون چیزایی که اینجا نوشته شده گوش کنیم. پس ما اول یه رنگ سبز احتیاج داریم. این اینتریور که گرین که میگن اسم دیگرش هست زینک کرومات. یه دو تا تایپ هم داره، یه دونه تایپ یکشه یکی تایپ دوشه. دوه به زردی نزدیک متمایل هست و یک بیشتر به سبز تمایل داره. الان تو هواپیماهای مدرن این رنگ زینک کرومات تنها رنگیه که به آلومینیوم میچسبه، برای همین که تمام قسمت‌های داخلی هواپیما قبل از اینکه هر رنگ دیگه ای بشه یه پوشش از این دو رنگو داره، یا زینک کرومات تایپ 1 یا 2. رنگمون رو باید خوب هم بزنیم. یکی از کارهایی که من میکنم توی نزدیک میدان توپخونه کوچه ایست به نام ناظم الاطباء که مرکز فروش بولورینگه. اونجا ساچمه هم دارن تو سایزهای مختلف. من همیشه یه تعدادی ساچمه 3 میلیمتر میخرم، تو هر قوطی رنگ هم 7-8 تا دونه میندازم. بعد دیگه لازم نیست هی چوب ببرم داخل رنگ و هم بزنم و اینها. این ساچمه ها خودشون رنگ و هم میزنن و به انتهای شیشه میخورن و اون رنگایی که ته‌نشین شده رو جدا میکنه. اگه صداش بیاد صداش هم میشنویم. برای رنگ کردن هم از ایربراش میتونیم استفاده کنیم هم از قلمو.
و خیلی وقتا هم از هر دوی اینها باید استفاده بشه، چون یه قسمت هایی هست که اصلا نیازی نداره با قلمو کار بشه، با ایربراش کار بشه. این در حالی که شما 5 تا ایربراش هم داریم باز اون قسمت رو با قلمو رنگ میزنیم. اما حالا ما توی این ماکت هر دو کار رو انجام میدیم، هم با ایربراش رنگ میکنیم هم با قلمو. یه مقداری رنگ برمیداریم. من تینر رو قبلا آماده کردم، یه 2 قطره هم تینر میریزم روش، همینجا روی شیشه این دوتا رو با هم مخلوط میکنم. و داخل کابینم رو باهاش رنگ میکنم. سعی کنیم خیلی سریع و با 1-2 بار کشیدن کار رو تموم کنیم. زیاد نمالین هی رنگ رو تا خشک بشه و دیگه فرصت نکنه خودش رو جمع بشه. اینجا رو ما بعداً هم میتونیم رنگ کنیم، پس الان رنگش نمیزنه. به اندازه کافی رنگتون رقیق باشه. بلافاصله این تو رو به رنگ آغشته میکنیم اول، بعد یه چند تا قلموی صاف میکشیم تا این کمی رنگم غلیظ شده. همینجا یه قطره تینر بهش اضافه میکنم و حالا این قسمت داخل کابینمون رو با ایربراش رنگ میزنیم که هر دو کار رو دیده باشیم. اول قطعمون رو روی چیزی ثابت میکنیم که بتونیم رنگ کنیم. یه جایی هم درست پیدا میکنیم که بعد از رنگ کردن بذاریم اونجا. خب این یه ایربراش کاملا مستعمل قدیمی کهنه، شاید به نظر بیاد به درد نخوره اما به درد میخوره. یه مقداری رنگ میریزم اینجا اینکه رنگم حروم نشه، بیرون درست نمیزنم. توی همین یه مقداری تینر بهش اضافه میکنم با قلمو همینجا تو جار ایربراش مخلوطش میکنم. خب با زدن این رنگمون هم تموم شد، یعنی هیچ رنگ حروم نکردیم. فقط ما یه قطعه رو فراموش کردیم، البته بعداً هم میشه زد که همین درخت ایمون بود و اونم استیک کنترله که گفته بودیم قسمت پایین باید سبز باشه. اینم همینجا میزنیم. دقت میکنیم اون انتهایی که پلاستیک
قراره بچسبه به کف هواپیما، کف کابین هواپیما رنگ نشه، چون اگه رنگ بشه بعد دیگه پلاستیک با پلاستیک تماس پیدا نمیکنه و اون چسبندگی لازم رو به دست نمیاریم. خب بعد از هر کار هر رنگکاری حتما ابزاراتون رو کاملا تمیز کنین، اصلا نذارین برای اینکه حالا بعداً قلممو میشورم، بعداً ایربراشم رو میشورم. برای اینکه تو خونه بوی زیاد نداشته باشین، این مرحله اول رو میتونین برگردین روی دستمال، داخل جار رو با دستمال کاغذی پاک میکنیم، قلممون هم پاک میکنیم، یه بار دیگه توی همین. البته برای شستن اینا از تینر رنگ های ماکت نباید استفاده کنیم، چون اون تینر گرون قیمت ضرورتی نداره. مثلا الان من دارم از استون استفاده میکنم، هم قوی تر از خود تینر را بهتر پاک میکنه، هم ارزانه. قوطی دوم برای اینکه داخل لوله هم پاک شه دیگه مجبوریم اسپری کنیم. این هم برای ریختن تینر به اندازه کافی چیز خوبیه. یه شیشه نوشابه معمولی رو سوراخ کردم، این سرش یه لوله گذاشتم که سوراخ خیلی کوچیکی داره، همینجوری بذارم من استون نمیپره توش، اما میتونم کنترل شده به دلخواهم استون